پژوهشگاه امور جهانی شویتزاریا روز 21 فوریه سال 2024 در یک مطلب اختصاصی درباره مذاکرات مخفی مقامات تاجیکستان با نمایندگان گروه تندرو طالبان که سال 2021 حکومت را در افغانستان به دست آوردند خبر داد. بنا به اطلاع این منبع، مذاکره ها با تشبث جانب تاجیکستان ماه نوامبر سال 2023 آغاز یافته. گویا جانب تاجیکستان به طالبان از بین بردن جماعت انصارالله و به دوشنبه سپردن اعضای این گروه مخالف مسلح حکومت کنونی تاجیکستان را تقاضا کرده است. اما نمایندگان طالبان و مقامات تاجیک استفاده روی مذاکرات با این گروه مخالفش را مشورت داده، گفتند که می توانند بین حکومت تاجیکستان و انصارالله نقش میانرو را اجرا کرده این مذاکرات را برپا کنند. اعضای انصارالله در گذشته در کنار جنگجویان گروه طالبان به ضد نیروهای حکومت قبلی افغانستان و حامیان آن از ائتلاف بین المللی تحت رهبری امریکا و پیمان حربی ناتو می جنگیدند. در دوشنبه تا حال خبر مذاکرات مخفی با طالبان را شرح ندادند. به طور رسمی مقامات تاجیکستان با رژیم نو طالبان همکاری ندارند و طالبان همیشه دوشنبه را به پشتیبانی آشکارا از نیروهای ضد طالبان عیبدار می کنند. انصارالله یک گروه جهادی است که سال 2006 از جانب شهروند تاجیکستان امرالدین تبارف که سال 2015 در افغانستان کشته شد سازمان یافته است. این گروه در پی برانداختن حکومت کنونی تاجیکستان است، چون که آن را لختک دست روسیه می شمارد و می خواهد به جای آن یک حکومت اسلامی را روی کار بیارد. معلومات نیز وجود دارد که انصارالله با القاعده رابطه دارد. طالبان حضور اعضای انصارالله و دیگر جهادیان خارجی را در خاک افغانستان رد می کنند، ولی دلیل‌های ردناپذیر حضور اعضای انصارالله در شمال افغانستان را ثابت می کنند و این را در صحبت‌های انفرادی نمایندگان طالبان هم تصدیق می کنند. بنا به حساب‌ها شماره اعضای مسلح انصارالله در افغانستان از ده‌ها تا صدها نفر را تشکیل می‌دهد، هرچند برخی منابع ادعا دارند که آنها چند هزار نفرند. به گفته یک طالب از جریان آگاه، در ملاقات ماه نوامبر سال 2023 با در نظر داشت این حوادث، مقامات رسمی تاجیکستان در اول از طالبان استرداد اعضای انصارالله را که قریب همه شهروندان تاجیکستانند طلب کردند. اما طالبان تقاضای استرداد را همچون یک کار ناشدنی که به حل مسئله مساعدت نمی کند رد کردند. به جای این طالبان پیشنهاد دادند که می توانند به مذاکرات صلح بین حکومت تاجیکستان و انصارالله مساعدت کنند.